صبح خیر دوستان عزیز، صبح خیر. بله این روزی در حقیقت که آفتابی، افسانوی، کیهانی، گرم و چخیلی که آفتاب هم رو آمده است، بهار شده است. وقتی که این گونه طبیعت ها رو میبینی شاد میشوی. چگونه که میبینید بسیاری آدم ها بیرون رو آمدن و بله سیاحت کرده هستند با طریق ولوسیپد و دیگر ها باشد میدوند، چون که امروز شنبه است، یک شنبه است و اینجا هم ایستگاهی تراموای های ما. بله و ما تقریبا 4 کیلومتر دور از شهر هستم، یعنی از مرکز شهر، و هر روز اینجا میام انتظار میشم برای یعنی تراموای ها. برای مثال 3 میاد، 5 میاد، 7 و 10 اینجا 10. و بله چه که میبینید امروز که یک شنبه است قدر آدم بسیار نیست، همه یعنی با قدم زنی میروند. برای مثال ببینید قدم زنی میروند، با همراهی وقت را با همراهی والدین یا که کودکان و عائله هاشون میگذرونن. و بله یعنی هم خیلی گپ خبر همید کسی نیست در اینجا. من آهسته خانه از دوستم رفتم. این کوچه را باری اول آمدم و بیا صحبت کنیم در باره یعنی راه ها یا اینکه در باره خدمت رسانی ماشین ها یا اینکه تراموای ها. و برای اگر که تو دانشجو نباشی تقریبا یک بار رفتن 1 یورو نرخ دارد. اگر که دانشجو باشی 50 سنت. نوبسته که تراموای است، تراموای است یا اینکه اتوبوس، بله یعنی نرخش میخواست. و بله در 30 دقیقه همه جای شهر میبرند. در اینجا مترو نیست در بیدگوشت، چون که لازم نیست مترو، 4 کلان نیست برای مترو را. و هم خیلی گپ خبر. بله این گونه کوچه ها در این محافظه خانه قدیمه. بله و الان بالای باید ما روان بالا این گونه کوچه ها و این خیلی گپ خبرها. کلید شوز نمیدونم چند لکه second floor. بله خانه های نوای با فکرم خانه های نو. بله بوی نو دارد، ریمان نو که دیگه ما فکرم چه لک میبینید در این کوچه همه خانه اینه که اینجا خانه نو. واو آشیانه یکم پینترو میشه آشیانه. لیفت هم داشته است، کنید لیفت خطیره هم کار نمیکنه. با فکرم لیفت کار نمیکنه. Doesn't work. Here we are. Well. Hard music.
Thank you. Put like this. Thank you.